پایان کمپاین جمع‌آوری لبلبو و تولید موفقانه شکر در شرکت اماراتی شکر بغلان بر اساس اهداف تعیین شده از سوی رهبری شرکت اماراتی شکر بغلان در سال روان مقدار 880 تن لبلبو از ولایت‌های کندوز و بغلان از بهر تولید شکر در این کارخانه خریداری شده است. اکنون پروسه تولید شکر از یک هفته به این سو در شرکت اماراتی شکر بغلان آغاز گردیده است. تقریبا 1000 تن لبلبو از تمام ساحات جمع آوری شده به فابریکا آمد. سال گذشته ما تولیدات خود داشتیم و امسال هم فضل خدا شما میبینین تقریبا در حدود 880 تن لبلبو از ساحات فابریکا و کندوز جمع آوری شده که بوریش فعلا پیشرویتان قرار داره. پروسه تولید شکر یا لبلبو اولا که ما لبلبو را جمع آوری میکنیم در سیلو میآید و بعد از سیلو در بخش شستشوی دهنده یا نخاله بعد از نخاله میره در بخش متوسط لیف بالا میشه و ترازو طول میشه و بعد از او میره در بخش خلال و از خلال میره بعد از که خلال شد ما میره از دیگای دیفوژن و در دیگای دیفوژن همو شربت از تفاله جدا میشه و تفاله میره به قسمت دیگه و شربتی که به دست میره نورا باز توسط چونه میکس کرده باز پس دوباره ایره توسط پمپ نموده در فیلتر میره. به گفته مسئولان شکر تولید شده در این شرکت از کیفیت عالی و بهای مناسب نظر به حال اقتصادی شهروندان برخوردار می باشد. فابریکه قند بغلان قند وارد میکنه که در عددی هیچ کدام چیز مصنوعی نیست، خالص قند مکمل قند دارد. از سوی هم کارگران شرکت اماراتی شکر بغلان میگویند در صورت تهیه مواد خام لازم آنان میتوانند با کارخانه های تولیدی شکر منطقه رقابت نمایند. و در صورتی که مواد برش باشه، لبلبو برش باشه، ما بتانیم برای مردم خود، برای ملت خود 10,000 تن شکر تولید کنیم. باشندگان کشور که با رنگ، طعم و کیفیت شکر بغلان آشنایی دیرینه دارند، هر کدام از کیفیت عالی و بهای مناسب آن سخن گفته بر استفاده از تولیدات وطنی تأکید می کنند. ماشاءالله دا بوره چې موږ خرڅو مشتریان ته ډیر راضي دي او ډیر ښه کیفیت لري، لکه غوړ، لکه بوره، لکه دا نور مالونه دي. واقعا موږ نه خلک دي خوشاله دي چې ورکو نو کوم شکایت دغه نه لري. این در حالی است که شرکت اماراتی شکر بغلان در یک شبانه روز ظرفیت پروسس و تبدیلی 700 الی 800 تن لبلبو را به شکر دارا می باشد.